بیاییم از مبحث توانها یه سوال از ریاضی 1 گالاتا فصل 4 عبارت‌های توانی یا اصول ifade براتون حل کنیم. سوالمون هم اینه، گفته که حاصل این کدام یک از موارد زیر هست؟ چند تا نکته داخلش خوب دقت کنید. ببینید میدونیم که ضم قابل تبدیل به ضرب دیگه. آ ضم کنیم اینا میشه 1 2 3 4 5 6 تا میشه. پس حاصل میشه 6 آ به روی آ به توان 6. خیلی خوب. آ به توان 6 یعنی آ ضرب در آ ضرب در آ، اینجوریه دیگه. یکی از آها با این میره، پس میمونه چی؟ 6 به روی آ به توان، چون یه چی رفته 5 میشه دیگه. شما اگه اینجا نگاه کنید اینو نمیبینید این جواب رو، اما اگر دقت کنید ما میتونیم این آ به توان 5 رو از مخرج بیاریم صورت بشه 6 آ به توان منفی 5. با یه جابجا کردن و آوردن توان از مخرج به صورت، اگه مثبت باشه توانش منفی میشه و اگه منفی باشه توانش مثبت میشه. تمام. پس این میشه گزینه ای. فیلم های خط به خط تحدیث ریاضی 1 گالاتا با این مبلغ باور نکردنی که اینجا از کل فیلم ها رو تقدیم کنیم. واتساپ پیام بدید، فیلم ها رو هماهنگ بشیم تقدیم کنیم و فیلم ها در داخل کانال خصوصی تلگرام هستن. وارد کانال میشید و فیلم ها رو به ترتیب مشاهده میفرمایید. متشکرم.